هر آنچه که مربوط به شش ها، به ریه ها، اصطلاحاً به لانگز ها، اوکی، مربوط باشه، از جمله برونشیول ها، آلوئول ها و بیماری های در رابطه با ریه، مثلا چی، مثل COPD ها، یعنی همون در واقع کرونیک ابستراکتیو پولمونری دیزیز ها که شامل آسم، شامل برونشیت در واقع مزمن، شامل آمفیزم، شامل اینها میشن و سایر در واقع دیسوردرها باشد. به طور معمول و روتین معیار چیه؟ معیار تنفسیه. حالا در ویدیو تفسیر ABG من کاملا توضیح دادم که معیاری که چه PCO2 اون بالا باشه، چه PCO2 اون بیمار از آتریال بلاد گس یا در واقع نمونه خون شریانی بیمار در واقع تولرانس داشته باشه، این معیار لزوما صرفاً تنفسی هست. اگر ندیدید ویدیو رو، من دوباره مجددا شیر میکنم، ویدیو که مربوط تقریبا به 2 سال پیش بلکه بیشتر. نکته بعدی، هر آنچه که مربوط به کلیه هست، به کیدنی ها هست، اصطلاحاً به رنال هست، از لوله های خمیده و هنله و غیره گرفته تا سایر موارد، مربوط به معیار متابولیکی بودن در واقع اون دیسوردر یا پاتوفیزیولوژی هست. اوکی، تفسیر ABG چطوره؟ هر آنچه که در واقع HCO3 یعنی یون بیکربنات چه بالا باشه در اون تفسیر، چه یون بیکربنات پایین باشه، هم مربوط به معیار متابولیکی بودن بیماره. حالا سوال کرده بودم که ما اینجا چی داریم؟ بیمار ESRD داریم. اصلا باید شما اول از همه بدونید ESRD یعنی چی؟ End Stage Renal یعنی کلیوی دیزیز. چه دیس اوردری هست؟ خیلی اصلا کار به آلکالوزی بودن یا اسیدوزی بودن اون نداریم. پاسخ داده بودن که تنفسی، در صورتی که وقتی مبحث رنال بیاد، ESRD دیگه، وقتی مبحث رنال بیاد چی میشه؟ معیار متابولیکی هست. حتما سیو کنید، چون که این نکات رو من ندیدم هیچ جایی از کتاب گفته باشه به این شکل انقدر جامع و در این حال خلاصه، و برای دوستانتون هم بفرستید.